سلام به شما، خیلی خوش اومدین. امروز میخوایم یه نگاه عمیق بندازیم به اصول اولیه اتوماسیون. منابعی که داریم به نظر میرسه از یه دوره مقدماتی N8N هستن که خب یه ابزار شناخته شده است برای اتوماسیون کارها. هدفمون اینه که بفهمیم این اتوماسیون واقعاً چی هست و چرا اینقدر روش تأکید میشه، مخصوصاً برای تصمیم گیری های هوشمندانه. بریم شروع کنیم. دقیقاً سلام عرض میکنم. موضوع خیلی مهمیه، چون خیلی وقتا میدونی توی کارهای تکراری و یه جورایی خسته کننده غرق میشیم. آها. و این باعث میشه فرصت نکنیم روی کارهای استراتژیک تر یا حالا کارهایی که واقعا به فکر کردن نیاز دارن تمرکز کنیم. درسته. خب اصلا چرا باید بریم سراغ اتوماسیون؟ منابع به یه نکته خوبی اشاره میکنن. میگن اگه فقط به حس شیشمون تکیه کنیم برای تصمیم گیری، بله. خب این خیلی ذهنیه. بعداً نمیشه فهمید این تصمیم چقدر خوب بوده، بازگشت سرمایه‌اش چی بوده. دقیقاً سنجش ROI یا بازگشت سرمایه خیلی سخت میشه. و از اون طرف کارهای دستی، مثلا همین کپی کردن داده از یه فایل اکسل به یه فایل دیگه یا از ایمیل به CRM، اوه این که دیگه آخرشه. هم وقت گیره، هم خیلی راحت ممکنه خطا پیش بیاد. و راستش رو بخواید کیا از این کارو خوشش میاد؟ هیچ کس. ببینید نکته کلیدی همینه. اتوماسیون فقط برای این نیست که کارها سریعتر انجام بشن. یه تغییر نگرشه. تغییر نگرش؟ یعنی چی؟ یعنی حرکت از تصمیم‌های حسی و شاید گاهی شانسی به سمت تصمیم‌های مبنی بر داده، تصمیم‌های عینی. آها. وقتی یه فرایند خودکار میشه، خب قابل پیش بینی تره. میدونیم چی به چیه. کارایی سیستم بالا میره چون آدم‌ها دیگه درگیر اون کارهای روتین نیستن. میتونن روی کارهای مهمتر تمرکز کنن. دقیقاً، کارهایی که ارزش افزوده واقعی ایجاد میکنن. و تهش این یعنی بازگشت سرمایه بهتر. یه جورایی از انجام وظیفه صرف میریم به سمت خلق ارزش. خیلی جالب شد. پس حالا که میدونیم چرا لازمه، بریم سراغ این که اتوماسیون دقیقاً چی هست. توی منابع یه تعریف اومده، اجازه بدید بخونمش. مجموعه قابل پیشبینی از اقدامات از پیش تعیین شده که داده ها رو از یک نقطه به نقطه دیگر منتقل میکنه. خب، آره، این تعریف یکم شاید خشک به نظر بیاد اولش. یکم فرماله، آره. بذارید با همون مثالی که توی منابع هست بازش کنیم. خیلی مثال خوبیه. فرض کنید شما یه فرم آنلاین دارید که کاربرا پر میکنن. اوکی. وقتی یکی فرم رو میفرسته، سیستم اول نگاه میکنه ببینه این کاربر از طرف چه جور شرکتی اومده. فرض کنید معیارهایی دارید برای ارزش شرکت‌ها. خب اگه سیستم تشخیص بده این یه شرکت مثلا کم ارزشه یا فعلا اولویت نداره، ایمیلش رو فقط میفرسته توی یه لیست ایمیل عمومی. همین. اما اگه یه شرکت نسبتاً خوب باشه، اطلاعاتش علاوه بر لیست ایمیل مثلا توی یه ردیف جدید تو گوگل شیت هم ثبت میشه که بعداً بشه پیگیری کرد. دقیقاً. حالا حالت سوم، اگه سیستم بفهمه این یه مشتری ایدئاله، یه فرصت خیلی خوبه، بلافاصله یه نوتیفیکیشن توی اسلک میفرسته برای مدیر فروش یا مدیر حساب مربوطه که سریعاً وارد عمل بشه. آره، که فرصت از دست نره. پس ببینید اینجا هم اون مجموعه اقدامات قابل پیش بینی رو داریم که بسته به نوع شرکت فرق می‌کرد. بله، و هم اون انتقال داده رو داریم. اطلاعات فرم از خود فرم رفت به سیستم ایمیل، رفت به گوگل شیت، رفت به اسلک. پس این دوتا ستون اصلی اتوماسیونن: پیش بینی پذیری اکشن ها و حرکت دادن داده ها. دقیقاً. حالا برای اینکه این فرایندها رو بسازیم، چند تا مفهوم کلیدی هست که باید بشناسیم. اولیش ماشه یا تریگر هست. ماشه یعنی چی؟ یعنی اون اتفاقی که باعث میشه کل این فرایند اتوماتیک شروع به کار کنه. مثل فتیله دینامیت. آها. این ماشه میتونه چند جور باشه. میتونه دستی باشه، یعنی شما خودتون یه دکمه رو میزنید تا اجرا بشه. مثل اجرای اسکریپت. آره، یا میتونه زمان بندی شده باشه. مثلا تنظیم کنید هر روز ساعت 8 صبح فلان کار انجام بشه. مثل گزارشگیری‌های روزانه. دقیقاً. و حالت سوم که خیلی رایجه اینه که وابسته به یه رویداد توی یه برنامه دیگه است. مثل همون مثال فرم. ارسال شدن فرم خودش میشه ماشه. که این سومی خیلی قدرتمنده، چون کارها رو واقعاً اتوماتیک میکنه بدون دخالت ما. بله. خب بعد از اینکه ماشه چکونده شد چی داریم؟
اون قسمتی که تصمیم میگرفتیم با شرکت‌ها چی کار کنیم؟ آفرین. بهش میگیم فیلتر کردن یا استفاده از شرط‌ها، conditions. اینجاست که منطق اتوماسیون شکل میگیره. یعنی بر اساس یه سری معیارها، مثلا نوع شرکت، تصمیم میگیریم داده‌ها کدوم مسیر رو برن. دقیقاً. ممکنه بعضی داده‌ها اصلا از فیلتر رد نشن و فرایند براشون همونجا تموم بشه. بعضیا برن مسیر A، بعضیا مسیر B. و ته این مسیرها چی قرار داره؟ اقدامات یا actions. اینها دیگه کارهای نهایی هستن که سیستم انجام میده. مثل همون فرستادن ایمیل، ثبت توی شیت یا ارسال پیام اسلک. بله. به روزرسانی یه ردیف توی پایگاه داده، ایجاد یه تسک توی نرم افزار مدیریت پروژه، اضافه کردن یه مشتری به CRM مثل سیلزفورس، هر کاری که با نرم افزارهای دیگه میخوایم انجام بدیم. پس اگه بخوایم یه چارچوب کلی برای یه گردش کار یا ورک فلو اتوماسیون بکشیم، اینجوری میشه. یه چیزی فرایند رو شروع میکنه، ماشه، بعد یه سری تصمیم گیری و پردازش روی داده ها انجام میشه، فیلترها و شرطها، و در نهایت یه سری کارها در نرم افزارهای دیگه انجام میشه، اقدامات. کاملا درسته. این ساختار کلی تریگر، پروسس، فیلتر، اکشن هست. و اتفاقا همین ساختار اهمیت نکته بعدی که توی منابع خیلی روش تاکید شده رو نشون میده. که چی هست؟ اینکه قبل از اینکه دست به کار شید و شروع کنید به ساختن اتوماسیون، حتما اول اون رو ترسیم کنید. نقشه راهش رو بکشید. آها، یعنی روی کاغذ یا یه نرم افزار بیاریمش. چرا اینقدر مهمه؟ نمیشه همینجوری شروع کرد. خب چرا؟ میشه، ولی ریسکش خیلی بالاست. ببینید وقتی شما فرایند رو میکشید، اولا مطمئن میشید که خودتون دقیقاً فهمیدید چی به چیه. تمام مراحل، تمام شرطها. درسته. دوماً میفهمید به چه ابزارهایی نیاز دارید. آیا اصلاً این کاری که میخواید بکنید با ابزارهایی که دارید یا میشناسید شدنیه؟ نکته خوبیه. سوماً یه تخمین از زمان و پیچیدگی کار به دست میارید و مهمتر از همه از این جلوگیری میکنه که شما کلی وقت بذارید، کلی انرژی صرف کنید، بعد وسط راه بفهمید یه جای کار اساساً مشکل داره یا اصلاً نمیشه انجامش داد. وای، این خیلی بده. یعنی کلی زحمت هدر رفته. دقیقاً. برای ترسیمم ابزارهای خوبی هست مثل میرو یا فیگجم که وایت بوردهای مجازی هن. میتونید مثل یه فلوچارت ساده بکشیدش. چطوری؟ هر مرحله رو بذارید توی یه مستطیل یا یه شکل دیگه. با فلش به هم وصلشون کنید. مثلا فرم ارسال شد، شرط، نوع شرکت چیه؟ بعد از این شرط چند تا فلش میره بیرون. یکی به اقدام، افزودن به لیست ایمیل، یکی به اقدام ثبت در گوگل شیت، یکی به اقدام ارسال پیام اسلک. کاملا واضح میکنه که چه اتفاقی داره میفته. بله. و اگه موقع کشیدن این فلو چارت به یه سوالی برخوردید یا دیدید یه قسمتش گنگه، همون موقع باید وایسید و مشکل رو حل کنید. قبل از اینکه حتی یه گره توی NATN یا ابزار دیگه‌ای بسازید. بسیار عالی. چقدر این نکته ترسیم کردن مهم بود. خب فکر کنم یه جنبندی خوب داشته باشیم. دیدیم که اتوماسیون فقط برای صرفه‌جویی تو زمان نیست، بلکه کمک میکنه هوشمندتر کار کنیم، تصمیمامون رو بر اساس داده بگیریم. همینطوره. با مفاهیم کلیدی مثل ماشه، فیلتر و اقدام هم آشنا شدیم و فهمیدیم که چقدر مهمه قبل از شروع برنامه‌ریزی کنیم و اون نقشه راه رو برای خودمون ترسیم کنیم. دقیقاً. و حالا شاید بد نباشه یه سوالم برای شما شنونده عزیز مطرح کنیم که کمی بیشتر بهش فکر کنید. بفرمایید. با توجه به همین چیزایی که گفتیم، همین اصول اولیه، اولین فرایندی که توی کارتون یا حتی توی زندگی شخصیتون به ذهنتون میرسه که بگید اینو میشه اتوماتیک کرد چیه؟ سوال جالبیه. و اگه بخواید اون رو اتوماتیک کنید، چه مراحلی رو باید اول براش ترسیم کنید؟ چه ماشه‌ای داره، چه شرط‌ها و فیلترهایی و چه اقداماتی در نهایت باید انجام بشه؟ فکر کردن به اینها میتونه نقطه شروع خوبی باشه.